سلام، خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من دکتر همام‌الدین هستم و اینجا تو این کانال درباره تولید محتوا، تکنولوژی‌های جدید و یه سری دانستنی‌های جذاب با هم گفتگو می‌کنیم. امروز میخوام به 10 تا سوال پرتکراری که درباره مکبوک پرو ازم پرسیدید جواب بدم. پس اگه شما قصد خرید یکی از مکبوک‌های M1 رو دارید یا اون رو خریدید و هنوز سوالاتی توی ذهنتونه، این ویدیو مخصوص شماست. یه سوال خیلی پرتکراری که درباره مکبوک های M1 پرسیده میشه اینه که آیا میشه روش ویندوز رو نصب کرد یا نه. من تونستم با موفقیت با استفاده از شبیه ساز پارالل ویندوز رو روی این سیستم نصب بکنم و اتفاقا یه سری نرم افزارهایی مثل 3D Max رو هم روش تست کردم و جواب میداد و اوکی بود. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که هنوز کرکی برای استفاده فول ورژن از شبیه ساز پارالل منتشر نشده. فقط 2 تا از نسخه های شبیه ساز پارالل رو پیدا کردم که میشه روشون ویندوز رو روی M1 نصب کرد. یکی نسخه 17 یه کمی نسخه قدیمی تر، اما هیچ کدوم از این 2 تا نسخه هنوز کرکی که کار بکنن نداره. یا باید استفاده 14 روزه رو ازش داشته باشیم و بعد مثلا با تغییر ایمیل و نصب دوباره اون ازش استفاده بکنیم و یا باید اشتراکش رو بخریم که اونم تقریبا $90 هزینه داره. نصب کردن ویندوز با استفاده از شبیه ساز پارالل کار ساده ایه، چند گام ساده داره که باید برای اون یه ویدیو مجزا درست بکنم و منتشر بکنم. ولی خب منتظرم که کرکش هم منتشر بشه که بتونم آموزش نصب نسخه کاملش رو براتون بذارم. دومین سوالی که خیلی پرسیده شده اینه که آیا نرم افزارهای آیفون و آیپد رو میشه روی این سیستم اونطوری که اپل تبلیغش رو کرده بود نصب کرد یا نه. پاسخ سریعش مثبته، ولی داره، چون یه سری از نرم افزارهایی که خارج از اپ استور هستن رو متاسفانه نمیشه نصب کرد. اما تو محیط اپ استور شما وقتی که سرچ میکنید میتونید از بین نرم افزارهای آیفون و آیپد هم توی نتایج جستجوتون نرم افزارهایی که نیاز دارید یا حتی بازی‌هایی که مد نظرتون هست رو دانلود بکنید و روی این سیستم نصب بکنید و استفاده بکنید. سوال بعدی که خیلی پرسیده بودید اینه که آیا این کامپیوتر مکبوک M1 به درد مهندسین و برنامه نویسا میخوره یا نه. این هم در موردش نمیشه خیلی با اطمینان گفت که آره حتما به دردتون میخوره و یه سیستم بی‌نقصه برای کار شما، چون اینطوری که من دیدم خیلی از نرم افزارهای مهندسی هستن که هنوز نسخه بهینه M1 ندارن یا اصلا کلا نسخه‌ای برای مکبوک ندارن، مثل نرم افزار 3D Max که خیلی از مهندسین باش سر و کار دارن، یا یه سری نرم افزارهایی که برای برنامه نویسی بهشون احتیاج هست ولی خب نسخه بهینه‌ای برای M1 ندارن. با این حال اگه بشه ویندوز رو روی شبیه ساز روی این سیستم نصب کرد و کرک کرد که امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته، اون وقت این مشکل حل میشه، چون میشه شما روی این سیستم اون نرم افزارهایی که بهینه M1 نیستن رو توی محیط شبیه ساز ویندوز نصب بکنید و ازشون استفاده بکنید. با توجه به اینکه این سیستم پردازنده قوی داره، باتری فوق العاده‌ای داره، کیبورد خیلی خوش دست و خوبی داره، مانیتور با کیفیتی داره، اگه نرم افزاری که باهاش سر و کار دارید نسخه قابل نصب روش داشته باشه، به نظرم یه سیستم فوق العاده است. ولی اگر درباره اون نرم افزاری که باش کار میکنید مطمئن نیستید که نسخه بهینه M1 داره یا نه، یه خورده دست به عصا انتخاب بکنید. سوال بعدی که خیلی پرسیده بودین اینه که اتصالش به گوشی موبایل چجوریه، حالا گوشی اندرویدی و آیفون ها. در مورد آیفون باید بگم که تجربه کاربری خیلی عالی میده این سیستم، چون هر دو ساخت کمپانی اپل هستن. ارتباط بین آیفون و مکبوک یه ارتباط خیلی با کیفیتی، یعنی مثلا اگه هر دو تا این دستگاه ها به یه شبکه وای فای وصل باشن، تلفنتون اگه زنگ بخوره میتونید روی خود مکبوک توی قسمت تاچ بارش اصلا میاد که جواب بدید به اون تماس با استفاده از میکروفون و اسپیکر خود مکبوک تماس تلفنیتون رو انجام بدید، یا حتی با خود مکبوکتون تماس بگیرید بدون اینکه تلفنتون نزدیک باشه با اتصال بلوتوث یا شبکه وای فایی که هست. اگه بخواید فایل ها رو بین این دوتا دستگاه منتقل بکنید خیلی راحت انجام میشه، با استفاده از ایردراپ خیلی سریع انجام میشه. حتی
حتی اگر گوشی رو با کابل هم وصل بکنید میتونید مثلا سیستم عامل گوشیتون رو آپدیت بکنید و وضعیت حافظه‌اش رو ببینید و یه سری چیزا این شکلی. اما در مورد گوشی‌های اندرویدی چیزی که من تست کردم و دیدم پلاگ اند پلی نیست. یعنی اگر یه گوشی اندرویدی رو متصل بکنید به مک بوکتون اتفاق خاصی نمیفته، حتی درایوش برای مدیریت فایل ها باز نمیشه. اما میشه با استفاده از نرم افزارهای مدیریت گوشی اندرویدی روی مک این کار رو انجام داد که خب در ادامه با هم دیگه میبینیم. یکی از نرم افزارهایی که برای مدیریت محتوای روی گوشی اندرویدی و نقل و انتقال فایل ها بین گوشی اندرویدی و مک بوک وجود داره نرم افزار AnyTransfer for Android که همونطوری که میبینید هم میتونه روی شبکه وای فای و هم با اتصال با کابل گوشیتون رو بشناسه و میتونید با استفاده از اون عکس ها، فیلم ها، ویدیو هایی که روی گوشیتون دارید، حتی پیام ها و کانتکتتون رو روی مک بوک مدیریت بکنید. لینک دانلود این نرم افزار رو هم توی دسکریپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. یکی از سوالای پرتکرار دیگه اینه که با توجه به اینکه این مک بوک های سال 2020 فقط 2 تا پورت USB تایپ C دارن، چه هابی براش تهیه بکنیم و چه نکاتی رو در مورد هاب بایستی که مد نظر داشته باشیم. حقیقتش من خیلی نگران بودم موقعی که می‌خواستم این دستگاه رو بگیرم به خاطر این محدودیت تعداد پورت هایی که داره و اینکه فکر می‌کردم اگر مثلا حالا هاب تهیه بکنم میکروفون USB من بهش وصل خواهد شد، اونو میشناسه نمیشناسه، قلم نوریم رو آیا میتونم متصل بکنم بهش یا نه. پاسخ اینه که اوکی شد، مشکلی نداشتم. یعنی بعد از اینکه یه هاب تهیه کردم و هابی که من گرفتم 4 تا پورت USB 3 داره، یه دونه USB C ورودی خروجی داره، یه دونه خروجی HDMI داره و هر دستگاه USB که داشتم و بهش وصل کردم از هارد اکسترنال، فلش مموری، میکروفون، قلم نوری به خوبی کار کرده، مشکلی باش نداشتم. ولی یه نقطه ضعفی که اون موقع دقت نکردم بهش ولی اگه الان می‌خواستم بخرم حتما بهش دقت می‌کردم این بود که بعد یه هابی می‌گرفتم که درگاه SD کارت هم به من میداد، چون الان برای منتقل کردن مثلا ویدیو هم از روی دوربین باید حتما از کامپیوتر ویندوزیم کمک بگیرم که درگاه SD کارت رو داره. اما چه هابی بگیرید بهتره؟ توی بازار تنوعش خیلی زیاده. من پیشنهادم اینه که هابی بگیرید که تعداد پورت‌های USBش براتون کفایت بکنه. حتما خروجی HDMI داشته باشه چون یه موقع می‌خواید مانیتور دوم بهش متصل بکنید و خب داشتن پورت HDMI براتون ضروری خواهد بود. اگر کار با SD کارت دارین حتما درگاه یا اسلات SD کارت داشته باشه. پیشنهاد می‌کنم که اگر هاب تهیه می‌کنید از انواع خیلی ارزون قیمتش نخرید. چون ممکنه که حالا یه خورده بعد از این مدتی باش کار کردید کابلش دچار اشکال بشه و این نمیارزه که بخواد دوباره براش هزینه بکنید. پس بهتره که در همون مرتبه اول از برند بهتری خریدتون رو انجام بدید. من از برند لنتون گرفتم، ازش راضیم توی این مدت 6-7 ماهی که باش کار کردم، ولی خب تنوع توی بازار زیاده و برندهای بهتری هم وجود دارن. یه سوال دیگه هم که خیلی پرسیده بودین اینه که آیا امیولاتور اندروید رو میشه نصب کرد روی مک بوک های M1 یا نه. من موفق نشدم این کار رو بکنم. البته اندروید استودیو رو میشه نصب کرد برای برنامه نویسی اندروید، ولی من بلو استک و نوکس رو امتحان کردم روی M1 نصب نمیشن متاسفانه. اونم به خاطر اینه که خب این پروسسور جدیده و معماری آرم داره و هنوز نسخه بهینه‌ای براش ندادن. البته 10-15 تا میدونم که امیولاتور اندروید وجود داره که روی مک میشه نصب کرد. من فرصت نکردم همشون رو تست بکنم، ولی اگر تست کردم و به نتیجه مثبت رسیدم حتما در موردش ویدیو خواهم گذاشت. خیلی هم پرسیده بودن که آیا این لپتاپ برای دانشجوها خوبه؟ ای کاش موقعی که ما هم دانشجو بودیم میتونستیم داشته باشیم. اشاره عالیه، اصلا حرف نداره. به نظر من نیازتون رو میتونه کاملا پوشش بده. نرم افزار آفیس رو میتونید نصب بکنین که عمده کارتون باش خواهد بود. نرم افزار مثل فتوشاپ و ادیت ویدیو اینها هم که به راحتی میتونید روش نصب بکنین. دستگاه بسیار با کیفیتیه، وزن سبکی داره، باتری فوق العاده ای داره و من فکر میکنم که همه نیازتون رو پوشش خواهد داد. یه نگرانی از اینه که حالا پورتاش محدوده، مثلا اگه بخوایم به پروژکتوری وصلش بکنیم برای ارائه و اینها که اونم با یه هاب مسئلهش حل میشه. با این حال با توجه به مجازی شدن دانشگاه‌ها دیگه نمیدونم کی فرصت بشه که بخواید این رو وصل کنید به پروژکتور و پرزنتیشن داشته باشید. اما برای کارهای مجازی هم مثل شرکت توی کلاس‌های مجازی و جلسات آنلاین و اینها فوق‌العاده است و حرف توش نیست. به نظر من برای کار دانشجویی میتونه گزینه خیلی عالی باشه.
اما دو تا سوال دیگر رو با هم دیگه پاسخ میدم. یکی اینکه حافظه 256 برای این دستگاه کافیه یا نه، و اینکه هارد اکسترنال با چه فرمتی بهش باید وصل بکنیم که بهترین کاربرد رو داشته باشه و چطور فرمت اکسفت رو برای یه هاردی ایجاد بکنیم. در مورد ظرفیت 256 گیگابایت بگم با توجه به اینکه خود سیستم عامل مک چیزی کمتر از 20 گیگابایت فضا از هارد درایوش رو اشغال میکنه و مثلا خود من 7-10 تا نرم افزاری مثل فاینال کات پرو، فتوشاپ و بقیه رو که نیاز داشتم و نصب کردم، اونا هم 10-15 گیگابایت بیشتر فضا اشغال نکردن. برای شخص من این فضای 256 گیگابایت کافی بوده. البته این به این دلیله که من آرشیوهای فایلامو هنوز روی هارد اکسترنال نگه میدارم و روی سیستم ویندوزیم، ولی به عبارتی میشه گفت که 256 گیگابایت به تنهایی کافی نخواهد بود. مثلا اگه شما بخواید یه خورده فیلم و سریال روی سیستمتون داشته باشین و عکساتون و فایل‌های دیگه‌تون رو روش ذخیره بکنید، به نظر من یه خورده کم میاد. رو همین حساب داشتن یه دونه هارد اکسترنال اگه کانفیگ 256 گیگابایت مک بوک رو انتخاب میکنید میتونه منطقی باشه. و پرسیده بودین که مثلا 512 گیگش رو بخریم بهتره یا نه. خب یه اختلاف قیمت قابل توجهی بین نسخه 256 گیگ و 512 گیگ مک بوک وجود داره که اگه شما بخواید حالا اقتصادی به مسئله نگاه بکنید، میتونید به جای اینکه نسخه 512 گیگابایت رو بخرید، اون مابع تفاوت رو بذارید و مثلا یه هارد 1 ترابایت SSD با کیفیت و جمع و جور و پرسرعت رو بخرید که همیشه همراهتون باشه و اگر نیاز شد متصلش بکنید به سیستمتون و ازش استفاده بکنید. اما در مورد فرمت هارد اکسترنال، اگه بخواید استفاده حداکثری ازش داشته باشین، یعنی قابلیت رید و رایت روی هارد اکسترنالتون روی سیستم عامل مک داشته باشید، این سیستم عامل از فرمت اکسفت پشتیبانی میکنه و فرمت NTFS که سیستم‌های ویندوزی باش کار میکنن اگر متصل بکنید به مک بوک، صرفا میتونید فایل ها رو از روش بازخوانی بکنید ولی قابلیت ویرایش و اضافه شدن فایل رو نداره. برای اینکه این مسئله رو حل بکنید کافیه که هارد اکسترنالتون رو روی سیستم ویندوزی متصل بکنید و طبق آموزشی که جلوتر بهتون میدم اون رو فرمت کنید. برای این کار بعد از اینکه هارد دیسک رو به سیستم ویندوزی اون وصل کردیم، به مای کامپیوتر میریم. دقت بکنید که حتما قبل از اینکه هارد رو فرمت کنید از اطلاعاتتون یه بکاپ بگیرید، چون وقتی فرمت میکنید همه چی پاک میشه. اون وقت روی درایو مربوط به این هارد اکسترنال کلیک راست میکنید و گزینه فرمت رو میزنید. اینجا روی فایل سیستم گزینه اکسفت رو انتخاب میکنید و میتونید کویک فرمت یا فرمت معمولی انجام بدید. حالا من اینجا کویک فرمت رو انجام میدم که سریعتر باشه و استارت رو میزنم و میبینید که خیلی سریع فرمت این هارد دیسک از NTFS به اکسفت تغییر کرد و حالا میشه روی سیستم مک روی این هارد درایو هم فایل رو نوشت و هم از روش فایل رو برداشت. و اما خیلی هم پرسیده بودین که نصب نرم افزارا روش چجوریه، میشه کرک کرد، نمیشه کرک کرد. خودم خیلی نگرانش بودم چون که این برام پیچیده بود اولش که نصب نرم افزار روی سیستم عامل مک چه شکلی خواهد بود. شما روی سیستم عامل مک هم میتونید از سیستم اپ استور برای دریافت نرم افزارها استفاده بکنید و اونها رو از اپ استور دریافت کنید و دانلود و نصبشون بکنید، هم میتونید فایل نصبی اونها رو از اینترنت دانلود بکنید و نصبشون بکنید. کرک هم میشه کرد، یعنی خیلی از نرم افزارهایی که باش سر و کار داریم نسخه کرک شدهشون توی بازار وجود داره. توی وبسایت‌های مثل سافت 98 آرشیو خیلی مفصلی ازش وجود داره. یه سری وبسایت هم هستن مثل یه وبسایت روسی که لینکش رو توی دسکریپشن میذارم که اگر با ترنسلیت توی وب براوزرتون برین سراغش، هر چی که بخواید اونجا از نرم افزارها کرک شده گیرتون میاد که حسابی اون چیزایی که نیاز دارید رو پوشش میدن. با این حال روی سیستم های M1 همه نرم افزاری که باشون سر و کار دارید رو شاید کرک شده و قابل نصبش رو هنوز پیدا نکنید، ولی این مسئله همیشگی نخواهد بود چون این چیپست جدید اپل شروع نسلی از کامپیوترها است که بعد از این هم اپل توی محصولاتش به کار میبره و طبیعتا نرم افزارهای مختلف برای اون منتشر خواهند شد و این مسئله محدودیت نرم افزارها توی ماه‌ها و سالهای بعد فکر میکنم که دیگه وجود نداشته باشه. خب این بود
10 تا سوال پرتکراری که درباره مکبوک M1 ازم پرسیده بودین و من سعی کردم تا جایی که میتونم به اونها پاسخ بدم. اگه این دستگاه رو نخریدید هنوز و توی انتخاب هاتون در موردش هنوز سوالی دارید، خوشحال میشم ازم بپرسید. و اگر هم این سیستم رو خریدید و هنوز سوالی دربارش دارید که شاید بتونم در موردش بهتون کمک بکنم، خوشحال میشم اون رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسید و مثل همیشه براتون بهترین ها رو آرزو دارم. در پناه خدا باشید.